میخوای بدونی حتما اول این پست رو لایک کن، کامنت بذار و واسه دوستاتون هم ارسال بکنید. عطاری آنلاین، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در مورد قهوه ها میخوایم یه سری اطلاعاتی بهتون بدیم که خیلیاتون هم داخل اینستاگرام ما ازمون سوال میکنین که کدوم قهوه رو استفاده بکنیم که خوابمون کمتر بشه، واسه دانشجوها، واسه کسایی که میخوان درس بخونن تو شبانه روز کلا که خواب کمتری داشته باشن، درصد کافئین بالاتری داشته باشه قهوه‌ای که استفاده میکنیم، و یا کسایی که ورزش میکنن میخوان فعالیت بدنشون متابولیسم بدنشون بره بالا، چه قهوه‌ای باید استفاده بکنن، چند درصد عربیکا و چند درصد روبوستا. داخل سایت ما انواع اقسام قهوه‌های کلمبیایی، کنیایی و یا برزیلی هست و قهوه‌های فرانسوی هم داریم که درصد کافئینای خیلی بالایی داره. شما میتونید حتی درصد کافئین رو هم داخل سایت ما مشخص بکنید که چند درصد عربیکا باشه، چند درصد روبوستا باشه. دقت کنید که هر قهوه‌ای که درصد روبوستای بیشتری داشته باشه کافئین خیلی بالاتری داره نسبت به قهوه‌ای که درصد عربیکای بالاتری دارن. قهوه‌های مناسب ورزشکاران هم داریم که فول روبوستا هستن و فعالیت بدن رو به شدت میبرن بالا و این باور غلط رو از خودتون دور کنید که قهوه واسه بدن، واسه سلامتی ضرر داره. اصلا همینطور نیست. قهوه فوق‌العاده واسه بدن خوبه، سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، واسه حافظه، واسه آلزایمر، حتی واسه کسایی که فشار خون دارن مناسبه، واسه کسایی که میخوان وزن کم بکنن و یا دنبال چربی سوزی هستن. دیگه میدونین قهوه خیلی خوبه، کافئین بالایی داره، فعالیت بدن رو خیلی افزایش میده. میتونین نیم ساعت تقریبا قبل از تمرین و کسایی که ورزش میکنن میتونن نیم ساعت قبل از تمرین یه شات قهوه کوچیک استفاده بکنن که فوق‌العاده روی روند تمرینشون تأثیر گذاره و فعالیت بدنشون رو بالا میبره. اگه از این پست خوشتون اومد حتما نظراتتون با ما به اشتراک بذارین و لایک و کامنت